و ایره باید بفهمین که من احترام خاص به مردم پشتون دارم، به قوم پشتون دارم و دوستشانم دارم و من 2 سال میشه که در میدیا فعالیت میکنم. من یک روز یک توهین کوچک از این مردم من ندیدم داخل میدیا. چرا؟ چون بسیار یک قوم خوبی هستن و بسیار یک قوم با غیرت، همدست، هم دیگر دوست. من یک روز از دان یک از یاد دو دشنام و چتیات در مقابل خودم ندیدم، نشنیدم. کلشان هم یک رقم هستن، کلشان هم با غیرت هستن، با همت هستن. شما هیچ وقت نمیتونین که طالب با پشتون مقایسه بسازین و فگلیشن بسازین. متاسف هستم به او کسایی که به من چیزایی را نشته میکنین. بیچاره هستین به خاطر از اینکه دوست دارین که قوم پرستی باشه، ولی من مطمئن باشین که تمام مردم پشتون ما را نه، تمام قوم هایی که در افغانستان زندگی میکنن از دوست دارم و دوست خواهم داشت. و همیشه از من که پرسان میکنین که تو از کجا هستی و تو از کدام قوم هستی، براتون همیشه گفتیم که من افغان هستم. من مربوط هیچ کدام قومی نمیشم و دوستم ندارم که مربوط کدام قوم باشم. من یک افغان هستم و تمام مردم افغانستان دوست دارم. بفهمی که من تو رو تاویلم نمیگیرم دم چوگا پایت. متاسف هستم.